آقا سلام، روزتون بخیر. یه موضوعی دیگه واقعا داره اذیت میکنه. این دوستای عزیز سن و سالدارمون، آره اولا که تاج سر ما هستن، پیشکسوت هستن، ولی خب بزرگوار شما با دلار 1000 تومانی رفتی 7-8 تا دهنه مغازه خریدی، بعد داری با دلار 120,000 تومانی من جوون رو نصیحت میکنی، بعدم که براش دلیل میاری میگی نه شما بی ارزه این. ما بی ارزه نیستیم، تاج سر ما بدترین جای تاریخ افتادیم. آره شما خوش شانس، ما بی ارزه نیستیم. ما اتفاقا داریم 2 برابر اون موقع شما کار میکنیم. ما فقط افتادیم روی تردمیل، هر چی میدویم نمیرسیم، فقط وزن کم میکنیم. یعنی دیگه مثال از این قشنگتر نمیتونستم بهت بگم. بچه‌ها سلام. آقا یکی در میون دایرکت من اینه، یعنی واقعا دیگه از این اصلا دایرکته، یعنی حداقل روزی 500 تا دونه دارم. تو یه بار برای همیشه تو رو خدا جوابشو میدم دیگه، ول کنید. اما اینکه آقا دیدی آیدا حالا این بود، آیدا فلان شد، نمیخوای بیای چیزی بگی، آیدا در حقت ظلم کرد. بچه‌ها من اگه یه روز حتی ازدواجم کنم، دور از جون طلاقم بگیرم، اگر بدترین ضربه‌ام بهم بزنه هیچ وقت بعدشو نمیگم، خرابش نمیکنم که حالا بخوام مثلا از زیر بار مهریه و چیزی برم. آیدا هم در حق من بدی نکرده، دوست داشته، انتخاب کرده، من رفتم سمتش. آیدا برای من هیچ بدی نکرده، همون آیداست. خواهش میکنم اینو دیگه تمومش کن، خواهش میکنم دیگه. الان سریع گفتم